شما را به 5 کار سفارش می کنم که اگر برای دسترسی بدان رنج سفر را بر خود هموار کنید سزاوار است. نخست، هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نبندد. دوم که جز از گناه خود نترسد. سوم چون چیزی از او پرسند که نداند شرم نکند که گوید ندانم. چهارم شرم نکند از آن که چیزی را که نمیداند بیاموزد. و پنجم شما را سفارش می کنم به شکیبایی که شکیبایی ایمان را چون سر است بر بدن.